بیشتر شما داشته باشین در عرصه درس، زندگی، کار، همه چیز. شاگرد عزیز میخوایم یک مطلب با شما بگویم که همیشه کوشش بکنین، تلاش به این داشته باشین که درس بخوانین. از هر راهی که شده شما کوشش بکنین که یک راهی را به خود پیدا بکنین، چون میدانیم که در افغانستان شرایط تحصیلی و تعلیمی برای دخترای افغان بسیار مشکل شده. نهایتا دخترکا میخواین درس بخوانن ولی که برای بعضی خواهشان شرایط مهیا فراهم، ولی برای بعضی برای تعداد دیگه اونا شرایط فراهم نیست که بتونن درس بخونن و اون آرزوها و آرمانهایی که در دلشون است برآورده شوند. پس شما کوشش بکنین یک راهی را برای خود پیدا بکنین که همین مرکز آموزشی که بر شما تدریس میشه، اینا از پیشان ما تشکری و سپاسگزاری میکنم که بر شما تدریس میکنن، در هر حرفی در هر قسمت بر شما تدریس میکنن و شما رو به جای میرسانن. پس شما هم کوشش بکنید که همه قسم آموزشگاه ها رو پیدا بکنید و خودتان را برسانید، چون تحصیل حق شماست و شما باید از تحصیلی که حق مسلم شماست نباید محروم شوید. پس نهایت همیشه کوشش بکنید با آرزوهای خود را برسانید، چون هیچ کسی دیگه نیست که ما را با آرزوی ما برسانه، ما باید خودمون کوشش بکنیم. و من خواهش فرض کنم حتما اشخاص دیگه هم هستن که صحبت بکنن در اینجا. بازم فراغت شما را از من قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم با امید موفقیت های بیشتر هست شما. سپاس از حضور ارزشمند و بیانات ژرف شما بانو شهرزاد. اکنون از محترمه بانو فاطمه قلندری دعوت می‌نماییم تا پیرامون اهمیت آموزش